داستان کیمیاگر اثر پائولو کوئلو، ترجمه آرش حجازی. نام جوان سانتیاگو بود. هنگامی که با گله‌اش به جلوی کلیسای کهن و متروکی رسید، هوا دیگر داشت تاریک می‌شد. مدت‌ها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در مکانی رویده بود که پیش از آن انبار لباس‌ها و اشیای متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا به سر ببرد. صبر کرد تا تمام گوسفندان از دروازه ویرانش وارد شوند و سپس چند تخته را به گونه‌ای گذاشت که نتوانند در طول شب بگریزند. در آن ناحیه گرگ نبود، اما یک بار یکی از جانوران در طول شب گریخته بود و سراسر روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش از کتابی استفاده کرد که خواندنش را تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند. هم خواندنشان بیشتر طول می‌کشید و هم به هنگام شب بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگریست و ستارگان را دید که از میان سقف نیمه ویران می‌درخشیدند. فکر کرد دلم می‌خواهد کمی دیگر بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست جرعه‌ای باده نوشید. سپس چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خفته بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خودش بیشتر آن جناورها نیز بیدار می‌شوند. گویی نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود همراهش زمین را در جستجوی آب و غذا در می‌نوردیدند پیوند می‌داد. آرام گفت: آنقدر به من عادت کردند که حتی برنامه زمانی من را هم می‌شناسند. لحظه‌ای تأمل کرد و اندیشید که شاید برعکس او بود که به برنامه زمانی گوسفندها عادت کرده بود. اما چند گوسفند هم بودند که کمی بیشتر طول می‌کشید تا بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکیشان را بیدار کرد و هر یک را به نام خواند. همیشه مطمئن بود گوسفندان می‌توانند صحبت‌هایش را بفهمند. به همین خاطر گاهی عادت داشت بخش‌های جالبی کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی زندگی یک چوپان در دشت صحبت کند و یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف می‌کرد. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود: یک دختر جوان، دختر بازرگانی که در شهری می‌زیست که تا 4 روز دیگر به آن می‌رسید. تنها یک بار به آن شهر رفته بود، سال پیش. بازرگان صاحب یک پارچه فروشی بود و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را پیش روی خودش بچیند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برده بود. به بازرگان گفت باید کمی پنج بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده روی جلوی مغازه نشست و از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانه‌ای در کنارش گفت: نمی‌دانستم چوپان‌ها می‌توانند کتاب بخوانند. دختری با چهره مشخص اندلسی بود، با موهای سیاه و انبوه و چشمانی نازک به گونه گنگ که فاتحان مور کهن را به یاد می‌آورد. جوان پاسخ داد: چون از گوسفندها بیشتر می‌آموزند تا از کتاب‌ها. بیشتر از 2 ساعت با هم صحبت کردند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهرک سخن گفت که هر روزش شبیه به روزهای دیگر است. چوپان از دشت‌های اندلس گفت و از تازه‌ترین چیزهایی که در شهرهای سر راهش دیده بود. از اینکه مجبور نبود همراه با گوسفندها صحبت کند خوشحال بود. دخترک با لحنی متکبرانه پرسید: خواندن را چطور یاد گرفتید؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم در مدرسه. پس اگر خواندن بلدید چرا فقط یک چوپان هستید؟ جوانک بهانه‌ای آورد تا با آن پرسش پاسخ ندهد. مطمئن بود دخترک هرگز نمی‌فهمد. به بازگو کردن داستان‌های سفرش ادامه داد و آن چشم‌های کوچک از شدت هیجان باز و بسته می‌شدند. با گذشت زمان پسر جوان کم کم آرزو می‌کرد آن روز هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت‌ها گرفتار بماند
و از او بخواهد تا 3 روز دیگر منتظر بماند. دریافت چیزی را احساس می‌کند که هرگز تجربه نکرده است. میل به آن که برای همیشه در یک شهر بماند با آن دختر موسیاه. هیچ روزی به روزهای دیگر شبیه نمی بود. اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم 4 گوسفند را بچیند. سپس مبلغی را که میبایست پرداخت و از او خواست سال بعد به آنجا بازگردد. اینک تنها 4 روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. همزمان هم هیجان زده بود و هم مردد. شاید دخترک دیگر او را از یاد برده بود، چون چوپان‌های بسیاری برای فروختن پشم به آنجا می‌رفتند. به گوسفندهایش گفت: مهم نیست، من هم دخترهای دیگری در شهرهای دیگر می‌شناسم. اما در ژرفای دلش می‌دانست مهم است. و چوپان‌ها نیز همچون دریانوردها و خرده فروش‌های دورگرد همواره شهری را می‌شناسند که در آن کسی زندگی می‌کند که می‌تواند کاری کند تا شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرد. روز تابش گرفت و چوپان گوسفندها را به سوی خورشید پیش راند. فکر کرد اینها هیچ وقتی احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارند. شاید برای همین است که همواره پیش من میمانند. تنها ضرورتی که گوسفندان احساس میکردند آب و غذا بود. تا هنگامی که چوپان جوان بهترین چراگاه‌های اندلس را میشناخت همواره دوستش میماندند، حتی اگر همه روزها به هم شبیه و از ساعتهای درازی تشکیل میشدند که زمان بین طلوع و غروب خورشید را پر میکردند، حتی اگر در زندگی کوتاهشان هرگز یک کتاب هم نخوانده بودند و زبان آدم‌هایی را که درباره خبرهای تازه شهر صحبت می‌کنند نمی‌فهمیدند. با آب و غذایشان راضی بودند و همین کافی بود. به جای آن سخاوتمندانه پشم، همراهی و هرازگاهی گوشتشان را به او تقدیم می‌کردند. جوان اندیشید اگر امروز به هیولایی تبدیل شوم و تصمیم بگیرم یکی یکی آنها را بکشم، تنها هنگامی موضوع را می‌فهمند که تمام گله رو به نابودی باشد، چون به من اعتماد کردند و اعتماد به غرایزشان را از یاد بردند، فقط به خاطر آنکه من آنها را به سوی آب و خوراک هدایت می‌کنم. جوانک کم کم از افکار خودش تعجب می‌کرد. شاید کلیسا با انجیر مصری که در آن رویده بود سایه سیاهی بر اندیشه‌هایش افکنده بود. شاید همین باعث شده بود همان رویا را برای دومین بار ببیند و از همسفران همیشه وفادارش کینه‌ای به دل گرفت. از باده‌ای که از شب پیش مانده بود جرعه‌ای نوشید و خرقه‌اش را به دور خودش پیچید. می‌دانست تا چند ساعت دیگر با رسیدن خورشید به سمت رأس آسمان هوا چنان گرم می‌شود که نمی‌تواند گوسفندان را در دشت به پیش براند. در این ساعت تابستان تمام مردم اسپانیا می‌خوابیدند. گرما تا شب ادامه می‌یافت و مجبور بود در تمام این مدت خرقه‌اش را هم حمل کند. با این وجود هرگاه به فکر شکوه از وزن این بار می‌افتاد به یاد می‌آورد که به دلیل وجود همین خرقه سرمای بامدادی را احساس نکرده است. سپس اندیشید همیشه باید برای تغییرات آب و هوا آماده بود و با قدردانی سنگینی خرقه‌اش را پذیرفت. خرقه هم درست مانند آن جوان انگیزه‌ای برای وجود داشت. در این 2 سال که تمامی پهناهای اندلس را پیموده بود، دیگر با تمامی وجودش تمام شهرهای آن منطقه را می‌شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود. سفر. نقشی کشیده بود که این بار به دخترک بگوید چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است. تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود. پدر و مادرش می‌خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده ساده روستایی شود که همانند گوسفندان تنها برای آب و خوراک کار می‌کردند. لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود، اما از کودکی رویای شناختن جهان را در سر داشت و این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا گناهان انسان‌ها بود. یک روز عصر که برای دیدن خانواده‌اش رفته بود، جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود دوست ندارد کشیش شود. می‌خواست سفر کند.